احمد دانشی زوره. خب بود در احمد دانش های وقت شکل نامش موندگی های میمونه یادم ها. همه طرفت تنج است. آخر احمد دانش وفات کرده است. چگونه میتواند که از افته این کار برآید؟ و باوری دارم که در تاجیکستان شاید کان چنین متخصصان با مانند احمد دانش یابند و متاسفانه احمد دانش خود وفات کرده است. دیروز وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احمد دانش سفیر تاجیکستان در سن پترزبورگ تعیین کرد. به نظرتون همین آدم از عهده سفیری پسال بودن در سن پترزبورگ میبراید یا نه؟ بله میبره. خب با چی خاطر؟ Problema nesta. بخشنه شروع بابا در پس کلتون شبوش کرد خیلی شبش کرد او خالی مادری های میمون روز میگشم کاری تو چیه یک کن یا مرده کلو خوبش کرد یکی روز خوبش کرد ای با نمیدونم اپا اپا بابا همون خالی مادریتون گفته که ها راه میگرده نه کدام خورا میگرده این خالی شما اول اسره بایی سره بعد درین سرتون درو مد بره چیا دوست میداره من در اصل من شوهر کردنی میخوام من یا شوهر میخوام من میخوام یا شوهر بگیریم که نامو شهر در ابشیدتوی بلند 3 اتاژه کو در همون جای خونه داشته باشه در خونهش گاو و مال داشته باشه نه آیا شما عاشق شده اید؟ من آخه همی وزیره دخترها همه عاشق میشن همین کارش میگه عاشق نشده باشه سیو میکنن همه عاشق شده من خدم با 10 نفر عاشق شده نه تشکیدتم که از نمی یک تایگش باید اوی قیترانه باید چپسی فوچی ایستادگی اوزی بازی همی جاده با فیلم بیزا که جوگانه شاید جوگه کمیه اولی میبینم بعد شغل دوست داشته شما شغل دوست داشته این داده سنه لقی فتا دانی ستورا خالتینس ارزو کردن در کورتز من میخوام اینترنت در تاجیکستان ارزان شوه بیا Love is